یک گپ عجیبه میگه که مرده که درشت رفتار شو میبینم یکی در برابرش بچه که در این سستک ملایم باشه مجقش میکنه برای میگه بچه ما میره بین شبگی نه میگه درشتی درشت باش نه ایتالیه که دیگه خیلی یکی با بلود راه بگرده همین میانش هم میگه بگیر انشاءالله میگه خوب بشه نحس میشه نیست ما رنگی که همین کلینا میاریم در خانه بعضی همون رنگی که قصاص میگیریم ولی همین نمکی ها کس میگه که 6 روز زندگی کردیم 6 روز دوملا اوچه میگه طلاقش کن میگم آخی چی با این 6 روزه عروس طلاق کنم میگه این خیشوی اوتت های مرا اوتت وقت بسیار غم داده بود من غمش میتم نگاه کده این دختره خیشوی اوتش بوده است 6 روزه را طلاق کن برای چی وقت اوتت مرا غم داده بود همین انصاف های برادر عزیز این بچه حیران شده من کجا انتخاب کنم مادر برادر عزیز این مادر آخی بسیار نعمت بزرگ اینه که آب روش در خیلی حالت داده است محبت قدر قیمت شد تمام داده است دیگه بچه آزی دیگه زن در انتخاب کیسته میگه میره نمی آتش گفته است که اگر طلاق میکنی بچه هم گفته است آقد میکنی این چکو کنه این بچه تا این بیوه ای وقت شما را غم میداد این من غم دادن نمیتونم من را که تا مرده شد همین فیلچ قلبوش رفتن میگیرم نیکی تو گفته است نه که بچم چی دیدی همین زن گندگی دیدی ندیدی خیلی ندیدی تمام برای همین بسیار زندگی ها بسیار نازکی و بسیار داره بسیار احتیاط کنیم البته در خاندان یک آدم یک مصیبت بیاره ما دوست می‌داریم که خسر طبیعه شتامن طبیعه در دخترکش در چهرهش ریزاگیر هم بگیرن یا استقبالشون بگیرن یا در همون اوجاک در بشینه پیوله چوی بکشه بگه اکا یه چوی اکا بگی او بیرون میبره دیلکش چند که خسر میگه خدا برکت شده جای خوب در غلطی دختر ما آدم های خوب در غلطی این خیلی ده این ما دختر دارم من برم دختر ما اگر در همین حالت خوب بینم چی میگم برای همین هر یک آدم مقصد در جای همون دختری خودشه خواهری خودشه باید همین خیلی تصور کنیم برای همین در همون انشاءالله که گمانم در راستی نیکاییم یکی به هر حالا باشد زنهاتون دوست بداریم پیامبر ابین به همین قدر پیامبر به همین قدر بگیم هیبت و وقار و مسئولیت میگنش کی را دوست میداره میگه ایشان را دوست میداره این جزی اگر این بچه ها کمی زنده باشه یا ایزا میکشن که بگن من زن ما دوست میدارم یا ایزا میکشن پیامبر ایزا نکشید پیامبر او که من دوستش میدارم ببین برای همین امام احمد حنبل بچهش 10 نصیحت کرد ولی من در اون صحیفه خودم پرفتگیم 10 نصیحت امام احمد حنبل با فرزندش انا اونجا اگر ببینی یک تا شمیه میگه بچه‌ام بدون همین زنک چی میخواد میگه چی میخواد میگه این دوست میداره که بویش دوستت میدارم همین زنک هم میگفته که دوستت میدارم میفایدهش امام احمد حنبل بچه‌ش گفته بچه‌م میگه همین گپ بگو زنتا همین را بگو که زنک دوستت میدارم این اوزی گپ همو ایدان اینا مردم بیدین میشنویم کینادا میشنویم که میاد زنش میگه من تو دوست میدارم میگه من تو دوست میدارم همین گپ زندگی را مستحکم میکنه اعتماد آدم
زیاد میکنی. برای همین احمد انبل چی میگه؟ میگه بچه‌ام دمی گپ بخیلی نکن. بخیلی نکن بگوش که دوستت میدارم. بعد میدونی دیم چیش میگه؟ میگه که همین زنان خونه دا که میداره کو همون میگه خیلی چیزش دمیه که نمیو هم ایمان. احمد انبل میگه که زنک وقتی در کم خونه در آمد میگه نمی همش مولی مای. میگه بچه‌ام دویم در همین چیز هم بخیلی نکن بگو نمی همش ایتان. ببینده؟ باز ما اگر زنک بگه که میگیرمش اولی نمی در 70 یا 30 ساله گرفتی استش خانه میگه گمش که خانه میگه تا 70 ساله کی میگیره؟ کی میگیره ترا؟ تو خانه تو وظیفه داری خانه شدی. ما برای اون که این خانه میگه نه در کار نیست. این برای چی بوده یک همینجا بیا یک همون 4 پشاکی بگونی ترا بشوه با که مردی با سرش کرد بر تمام همین بیده از کار ما. میگه دوست میداره که بگه نمیو هم مایمن بگو همه شیطان. میگه سیم میگه تو دوست میداری که زنت سرما کشیدگی باشه. میگه دوست میداری که بوی خوش داشته باشه. میگه ها دوست میداری که لباسای تازه داشته باشه. میگه ها بله. میگه هم زنک هم دوست میداره که تم خوشبو باشی. هم زنک هم دوست میداره که تم لباسا تازه باشه بوی خوش کنی. میگه همین او هم دوست میداره. مسئولیت ها شبی چه خیل مسئولیت های خوشرو میده. انامین ها بعد عبدالرحمن جان زندگی را چی میکنه؟ بسیار خوب میکنه، شیرین میکنه، نغز میکنه. خداوند توی تا مبارک کنه. الله مهربان این یک هدیه بگیم اندک هم که باشه از سخنهای هم شریعت مانو هم این عزیزای خدای مهربان یک دستور عمل حیاتی برای شما قرارش دیه. باز خدای مهربان در این خاندان خوشی ها و خرسندی ها برقرار و بردوام باشه. یا رحمت زنده باشه. یه من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش. که من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش. وگرنه این به یک دم بزم جان کندن نمی ارزد. وگرنه این به یک دم بحر جان کندن نمی ارزد. گناهی به عدد دارم امید لطف در میزان. گناهی به